اینجا قلعه تاریخی بیوجنده، نماد مقاومت و شهامت مردمان خراسان جنوبی، سرزمینی که بیشک با آفتاب پیوند داره و ریشه در فرهنگ و اصالت این مردمان داره. امروز میخوام از همین خاک براتون بگم، از دیار مردمان با غیرت و با فرهنگ، از شهری که سالهای سال با ایمانش ایستاد و با فرهنگ و مهربانی و مهمان نوازیش قلب یک ایران رو گرم کرد. یقینا هر خشت از این قلعه روایتی از شهامت و هر آجر نشانی از قدرت و مقاومت. امروز در ایران جان صدای خراسان جنوبی رو میشنوید، صدایی که از دل گرمای کویر برخاسته و سرشار از نشاط و امیده، صدای سرزمینی که کویر و کوه و در و دشتش دست در دست هم دادن و این خطه زیبا رو تقدیم ایران کردن. امروز به ایران جان میخوام بگیم که اینجا قلب فرهنگ و تاریخه، برای ایران، برای مردمانی که هنوز با عشق زندگی میکنن.